جلسه 107مین شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل در سطح معاونان سران حکومت‌های کشورهای عضو در کمتر از نیم روز به کار خود امروز 5 سپتامبر در دوشنبه پایان داد. در این نشست بودجه این سازمان برای سال 2026 تصدیق شد و بر سر ضرورت ایجاد نظام متحده دفاع ضد هوایی سازش حاصل گشت. در مورد رقمی کردن دالان‌های چند وجهی، استراتژی تحول رقمی مسیرهای حمل و نقل با شمول راه‌اندازی پایگاه‌های الکترونی برای پیگیری بارها و بهینه‌سازی ترانزیتی پذیرفته شد. برای رشد اقتصادی رقمی تا سال 2035 نقشه عمل برای شکل دادن جامعه اطلاعاتی از جمله حمایت استارتاپ‌ها، رشد مهارت رقمی و توسعه دسترسی به اینترنت قبول کرده شد. نشست شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل در حال برگزار شد که به کار آن رهبران هیئت‌های روسیه و قزاقستان دو اقتصاد مهم عضو این سازمان به دوشنبه نآمدند. معاون نخست وزیر تاجیکستان عدم حضور آنها را دلیل‌های واقعی عنوان کرد. ولی سرگئی لبدف کاتب ژنرال اتحاد دولت‌های مستقل انتقادهای اخیر از کم اهمیت بودن نشست‌های گوناگون این نهاد را در سال‌های پسین غیر منطقی خواند. بعضی ها ما را سر چند وقت انتقاد میکنند که قرارهای زیاد قبول میکنیم، اما من بر اینم که اینجا اساسی برای تنقید وجود ندارد. برعکس تعداد زیادی اسناد پذیرفته شده بیانگر کار فعالانه ما در زمینه همکاری‌های همگرایی در دایره اتحاد دولت‌های مستقل است. اگر ثمره از همکاری ما نیست، پس این گونه همگرایی به کی در کار است؟ همگرایی در صورت حق موجودیت دارد که اگر آن فایده به کشورهای ما بیاورد، ما تمام تلاش را میکنیم که چنین باشد. تاجیکستان امسال ریاست اتحاد دولت‌های مستقل را به دوش دارد. از 27 مسئله در این نشست بررسی شده، 17 تای آن برای بررسی به شورای سران حکومت‌ها پیشنهاد شد که قرار است آخر سپتامبر در مینسک با ریاست تاجیکستان برگزار شود. همچنین در نظر است که روزهای 8 و 9 اکتبر نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه برگزار شود. هنوز دقیق نیست که موضوعهای محوری نشست دوشنبه کدام هایند.